چون بعضی عزیزا اطلاع ندارن چگونگی شهادت شهدا را. به طور خلاصه بیان میکنم که مولانا انصاری و یاران با وفایشان چگونه جام شهادت را نوشیدند. در هفته گذشته ساعت 10 بجه بود که مولانا انصاری رحمه الله پشت کلکین خانه من تک تک کردند و مرا صدا کردند فلانی. یک مرتبه صدا کردند، دو مرتبه صدا کردند، فامیل مرا با عجله صدا کرد که حضرت مولانا صاحب پشت کلکین هستند. بلند شدن گفتن عمل کنید، گفتن آماده شو که جای همراه تو میریم. گفتم چشم. امر از آنها بود، دستور از آنها بود. گفتم چشم، آماده شدم. تا حتی 10 دقیقه 15 دقیقه جلوتر از آنها آماده شدم، انتظارشان را داخل خانه می کشیدم. بیرون شدن، بالا به خنده بیرون شدن از خانه. والله العظیم کاغذی که یادداشت کرده بودن برای من نشان دادن. گفتن صحبتی که میخواهم برای برادران برسانم آماده کردم. اگر از جلسه دیرتر آمده ایم، دیر شد، همراه تو یک جا باز مسجد میریم، نیازی نیست که به خانه برگردیم. گفتم هرچی که شما میگویید. فقط من مولانا صاحب انصاری و برادر عزیز من، برادر دلسوز من که در کنار ما همیشه بوده، خواجه حبیب الرحمن جان انصاری، برادر بزرگ من هست. فقط همین 3 برادر از خانه بیرون شدیم، همراه یک موتروان بیرون شدیم، به او جلسه و او جایی که بود رفتیم. جلسه صورت گرفت. جلسه هم کسی دیگری نبود، اکثریت خبر دارن. فرد اول کشور آمده بود، ملا برادر خواند، گفت میخواهم به طور خصوصی فلانی را ببینم. رفتیم در آنجا، به طور خصوصی آنها را دیدن. فدای تو شما ای رهبران. در آنجا هم از شما ملت یاد کردن، از خواهر و برادر یاد کردن، از مشکلات شما ملت یاد کردن. گفتند که این ملت را از خود دور نکنید، این ملت را از خود نرنجانید. این ملت سالها هست که غم دیده. مشاهد این صحنه بود و من نشسته بودم. گفتند رنج دیده، متوجه حال این ملت باشید. همین صحبت ها شد و رفتیم طرف تالار مولانا. اونجا رفتیم، صحبت های اخیر خود را کردم و بیرون شدیم. گفتند با عجله، گفتند که ما میریم، نماز جمعه هم هست. بعد از نماز جمعه مهمان هم داریم. علما بودن از ولایت غزنی، از کابل، و علما بعد از نماز مهمان ما بودن. با عجله بیرون شدیم. وقتی به دروازه خانه رسیدیم ساعت 5 کم 12 یا 10 کم 12 بود. میدانید که چی حالت رخ داد. مولانا انصاری رحمه الله از موتر پایین شدن و دروازه رو محکم گرفتن. گفتن فلانی تو تنها شو. گفتم همراه شما با هم دیگر میریم طرف مسجد. خیلی وقت است که در کنار شما و در پشت سر شما نیامدم. گفتم نه، تو از او دروازه برو، من از این دروازه زیارت میام، اما نماز خواندی با عجله بیا طرف خانه که مهمان ها تنها نباشن. بعد از نماز گفت هم دیگر را میبینیم و با صحبت میکنیم. سلاح به دست من بود، یک کلاشینکوف را هم خودشان گرفتن. گفتن که سلاح را هم بده به من. سلاح را هم گرفتن، رفتن خانه. والله العظیم یک مرتبه دیگه برگشتن طرف ما نگاه کردن. یک نگاهی کردن. من همراه خود گفتم چرا چنین نگاهی طرف میکنی؟ رفتن به خانه. عزیزان من، حضرت مولانا رفتن به خانه. گفتن وقت است برای فامیل خود. گفتن دل من کمی از حال میره، نمیفهمم که چیست. یک گلاس آب میوه برایشان جور کردن و نوش جان نمودن و همراه فامیل خود خداحافظی کردن، وداع کردن، دستان مادر را بوسیدن. داخل راه وقتی از زینا پایین می شدن، فامیلشان قصه می کنند که طرف ما نگاه کردن و فرزند 3 سالهشان حسین نام دارد،
حسین می آید میگوید بابا خود را عطر نزدید، بابا خود را عطر نزدید. مولانا انصاری میگوید که بابا جان عطر زدم. میدانید طفلک چی میگوید؟ میگوید بابا نه، خوب خود را عطر بزنید، خود را خوب عطر باران کنید. او اخلاقی که داشتن، او رویی نیکی که با فامیل خود داشتن، برای حسین میگویند برو بابا عطر را بیار. داخل زینه ها خوب خود را عطر میزنند، خدا حافظی میکنند، دست مادر را میبوسند، همراه برادرها از خانه بیرون میشوند، میآیند به دروازه زیارت، عزیزان زیاد را میبینند، مصافحه صورت میگیره، دید و بازدید صورت میگیره، میبینند که یک انسان مشکوکی و او انسان جنایتکار هست. برادران مانی میشوند، برادران معزفین میگن پیش نیا. او میگوید که یک دیدنی میخواهم که مولانا را دستشان را ببوسم، دیدن کنم. وقتی پیش می آید دست خود را با مولانا می دهد. مولانا دستش را می گیرند، سرش را می بوسند. از اینجا باز حاجی خواجه صاحب محمد شفیق جان گفتند که وقتی دستش را گرفتند و رویش را بوسه زدند، ای خود را منفجر می کند و سر پلیدش دور می افتد، تکه تکه خودش تکه تکه می شود. اما رهبر ما و شما با یک صدای بلند و قوی می گویند الله اکبر. این نقل و قول است که مسئول معزفین که در کنار راه، در کنار سمت راستشان قرار داشتن، تقریبا پشت سرشان که فقط زخمی شدن قرار داشتن، گفتن مولانا گفتن الله اکبر و این دستشان پرید دور و آهسته به زمین افتادن و من دیگر چیزی نفهمیدم. الله اکبر. این بود چگونگی شهادتشان که در راه مسجد بود، در راه منبر بود، در راهی که خودشان دوست داشتن، در راهی که خودشان خواسته بودن، در راهی که خودشان همیشه دعا می کردن، نصیبشان شد. به او آرزوی خود رسیدن، به او آرمان دیرینه خود رسیدن. خوشا به حالشان، خوشا به سعادتشان. بعد از این که انفجار صورت گرفت، هر طرف محبان و مخلصین قلبهایشان به تپیدن شروع کرد و همه جا برای ما تاریک شد و همه جا برای ما سیاه شد و این روز سیاه درست است بر سر ما آمده، تاریک شده و نبوت از میان ما رفته. اما باز هم ما دشمن خود را خوشحال نمی کنیم. این آرزو و آرمان را دشمن مگرم به گور ببرد که ما او را خوشحال کنیم و این راه را ترک کنیم و این منبر خاموش بشود و مراکزش، برنامه های تعلیمیش، برنامه های خدماتش به تمام امت تعطیل شود. هرگیز هرگیز هرگیز. همیشه برای من می گفتند لحظه که من انفجار را شنیدم و یادم من از این آمد که مولانا گفتند تو نیا از این راه، یاد من از حرف همیشگیشان آمد که مصلحت نیست که این زمزم خاموش شود. خودشان می دانستند چون معاملهشان با الله بود. غمگین نباشید ای جوان مردان، پریشان نباشید ای جوان مردان، ای شیر مردان امت اسلامی پریشان نباشید. مولانا انصاری و یارانشان باید در این راه می رفتند، چون که این راه نیاز به این خونهای زیبا و پاک دارد. اگر چنین خونهای ریخته نشود، امت به خواب می رود، امت به غفلت می افتد، امت پریشان می شود، امت بی سرنوشت می شود، امت پکه شده امروز، امت بیدار شده امروز، دشمن به لرزه افتاده امروز. پس باید خوشحال باشیم. الله منان از فوق آسمان ها تحفه‌ای که در شأنشان بود و در شأن الله بود برای این عزیزان داده است. نعمت بالاتر از شهادت. وقتی شهدا در او قنادیل بهشت، در او قنادیل عرش پروردگار عالم جا میگیرند و قرار میگیرند، از آنها پرسان میشه که نعمت دیگری هم میخواهید؟ آیا چیزی برای شما کم رسی نموده؟ میگویند نه یا الله، همه چیز به ما رسیده، یک چیز دیگر میخواهیم. ما را زنده کن، ما را به دنیا ببر که باز در راه تو شهید بشویم، باز زنده کن که باز در راه تو کشته شویم و شهید بشویم. ندا می آید که نه
نعمت شهادت یک مرتبه داده می شود. الله اکبر. این نعمت از جانب الله هست. خیلی کسانی میخواستند، خالد بن ولید در میدان جهاد میخواست اما به بستر بیماری وفات نمود. وقتی خالد بن ولید را غسل میدادند سر تا پایش اثر شمشیر، اثر نیزه، اثر شمشیر دشمن بود، اما به درجه شهادت نمیرسد و مرگ خود از دنیا میرود. این سعادت به زور و بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده.